سلام هموطنان گرامی، پیش از اینکه آغاز صحبت بکنم خواهش میکنم این نوار را تماشا بکنید. وقتی که من ایره میکاریدم در یک حدود سوخوز کیروف برابر یک 5 گیتار تا 8 گیتار زمین بود. امسال 156 گیتار در حدود همین سوخوز شهر کیروف است. این نازکیاش بسیاره که روزی نیست که ایره سرجا دستمال نکنی، برش روی دیگه نکنی. 9 ماه قدی قد به قد میگیری، 20 روز فایدهش و ضررش میگیری. 20 روز بعد از 20 روز هرچی قصوری که داری که باشی ای خیال میبره. روز اول چندیم 24 کیلو 10 سم دادم. بعد ایمو ماگید تا 2.5 سم شید. یوش اومد به پولم دادم، گفتم بخته بچه مردک نپسته او بوله. بخته بچه 1 سم میفروشی 10 سم میفروشی خود فروختم میگی همینجا تلف نیوه. دوستان عزیز، همین در نظر من می نماید که خیلی خوشگپ است و خیلی شیرین زبان نفر هست که همین موی سفید، یا اینکه شما هم همین طور شنیدین. در حقیقت به خاطر چی خواستم که این ویدیو رو شما ببینین و درباره‌اش صحبت بکنم. دوستان عزیز، شاید برای کدام نفر یوری گاگارین قهرمان باشد، اما برای من قهرمانای من همین دهقانهای تاجیک هستند. قهرمانهای من همین نفرانی هستند که در حقیقت دل پاک دارند. نگاه بکنین که همین نفر قلفینای میکاره، کوشش میکنه، مهنت میکنه و هم دل کلان داره و قلبی آزاد داره که میتوانه که برای دیگران هم این چیزا بده که اینا بگیرن استفاده ببرن. اما شما نگاه بکنین که همین نفر 2-3 سومانی در اینجا میفروشه و میگیرن میبرن در بازار قیمت میفروشنش. خب یک مسئله هست که ما باید که در این باره همیشه صحبت بکنیم. چون که میگویند فکر میکنم که همین شعر همین طور هست، اگر خطا نکنم خوب دوستان باشین، اگر که درست شب بدانیم بنویسین. میگه خداوند بر آن ملت کار ندارد که دهقانش برای دیگران کاشت. معنای گپ این شعر همین است که خداوند اون ملتی را دوست می‌دارد، بر اون ملت اذیت و عذاب نمیارد که دهقانش برای دیگرانش میکاره. یعنی که دهقانش به خاطر ملتش، به خاطر فرزندای جامعهش کوشش میکنه که اونا را هم یک زندگیشون پیدا بکنن و این دهقان هم نان خوشه پیدا بکنن. دوستان عزیز، مسئله مهم در کجا است؟ من همچون نفری که خودم در کوهستان بزرگ شده هستم و چون که شما میدانید من منوچهر کوهستانی هستم، بسیار دهقانها را دیدم و بسیار نفرانی که زنبور دارن یا اینکه مثلا عسل تولید میکنن دیدم که در حقیقت خیلی صاف دلانه برای ملت کوشش میکنند، خیلی زیاد کوشش میکنند که یک نفر این را حلال بخورد. اما وقتی که کار به دستی فروشنده ها میرسد عوض میشود و مردم فکر میکنند که فقط همین دهقانا همین کارا را میکنند، همین دهقانا همه چیزا قیمت میفروشند. نه دوستان عزیز، این طور نیست. نفران مثلا در کوهستان عسل تولید میکنن، کوشش میکنن عسل تازه میبرن در دوشنبه میفروشن و همون نفران، همون فروشنده ها عسل رو میگیرن و بگیم که مثل 100 کیلو شکر میخرن با عسل، یعنی که میجوشانن با این عسل تازه یک جایه میکنن و این کار از حرام میکنن، مهنت دستی
دهقانه و برای مردم باز هم به نرخ قیمت میفروشند. حل مسئله در چیست؟ ما میتونیم در این باره زیاد صحبت بکنیم. دوستانی ما زیاد خواهش کردن که در تاجیکستان هستن نفرایی که تماشا میکنن ویدیوهای من را و میخواستن که کمی کوتاه باشن که تا آخر بتوانند تماشا بکنند و مشکلی پیشون نیاید. حل مسئله در این از دوستانی عزیز که ما مردمی که شهرنشین هستند دعوت بکنیم که دوستانی عزیز شما باید هرچی بیشتر با مردم کوهستان، با مردم دهات رفت و آمد داشته باشین تا اینکه بتوانید تمامی محصولاتی که آنها با مهنت دستی خود همچون دهقان به بار میارند با خوبی با صفت بالا بخرید. این میتواند که مشکلات قیمتی را در جامعه ما از بین ببرد. خلاصه دوستانی عزیز میگن که ما فقط خود میتوانیم نفران بهترین خود را با سخنهای نیک باز هم بهتر بکنیم. انشاءالله که در این ماه شریف رمضان همتون ساق و سلامت باشین و برای هر یک نفر شما بهترین زندگی را آرزومند هستم. خداحافظ.